اعتراف آخوند به فضیلت معاویه رضی الله عنه و خلافت ایشان. اینجا تعبیر خیلی ظریفه که هازا منی و انا منه، یعنی اگر نبود صلح امام حسن، شریعت غرای پیامبر ادامه پیدا نمی کرد، حتی به کربلا نمی رسید. یعنی اگر نبود صلح امام حسن، شریعت غرای پیامبر ادامه پیدا نمی کرد، حتی به کربلا نمی رسید. این آخوند اعتراف می کند که اقدام حکیمانه امام حسن رضی الله عنه سبب شد که دامنه اسلام گسترش پیدا کند و پرواضح است که فتوحات و پیشروی لشکر اسلام در این زمان به اقصی نقاط عالم به رهبری معاویه رضی الله عنه صورت گرفت. امام حسن رضی الله عنه در خطبه اش خطاب به مردم فرمود: به الله سوگند من نسبت به یک نفر از این امت از شرق تا غرب آن خشم و کینه به دل ندارم. قطعاً با جماعت بودن و صلح و امنیت و روابط خوب از تفرقه و کینه و عداوت و خصومت بهتر است. پدرم علی رضی الله عنه می فرمود: زمامداری معاویه را دوست داشته باشید، چون اگر شما با او در تفرقه و عداوت باشید، می بینید که سرها همچون هندوانه ابو جهل از شانه ها و گردن ها می ریزند. آری، واقعا اگر سلسله جنگ های داخلی ادامه می یافت و بیعت با میمنت امیرالمؤمنین حسن مجتبی رضی الله عنه با امیرالمؤمنین معاویه رضی الله عنه صورت نمی گرفت، هیچگاه مسلمانان به آن فتوحات بزرگ و افتخارات و نشر اسلام در شرق و غرب دست نمی یافتند. الله از هر دوی ایشان راضی باد.